اقتصاد ایران بیمار است، اما آنچه اقتصاد ایران را از پای در می آورد کسادی بازار داخلی، محدودیت ناشی از گردشگری در داخل و خارج از ایران یا حتی نوسان بهای نفت خام نیست، بلکه نبود کارشناسان واقعی در این زمینه است که نفس اقتصاد ایران را می گیرد. بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه 7 خرداد منتشر شده است میگوید قیمت مسکن در 2 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دور مشابه پارسال به شدت افزایش و تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی 2 ماه اول سال 99 نسبت به دور مشابه پارسال حدود 35% افزایش داشته و نسبت به دور مشابه سال قبل نیز 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در 2 ماه ابتدایی سال 97 حدود 5,700,000 تومان. این رقم پارسال به حدود 12 میلیون تومان و در فروردین و اردیبهشت ماه امسال نیز تا 17 میلیون تومان اوج گرفت. اگر رژیم در اقتصاد دخالت نکند، مردم آرام شرایطی را برای تعدیل اقتصاد ایجاد می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که منابع انباش حباب ایجاد شود و این حباب دوباره بترکد. مداخلات رژیم در اقتصاد قیمت‌ها را از حالت واقعی خارج و آنها را مصنوعی می‌کند که یا به رکود و یا به تورم منجر می‌گردد. یک سری از سران دست نشانده رژیم حاکم که خود را از نخبگان اقتصاد خوانده که درک درستی از ریشه مشکلات اقتصادی ندارند، بر اساس یک سری نظریات غیر واقعی خود را به شکل یک ناجی معرفی می‌کنند. آنها به جای درمان بیماری آن را عمیق‌تر می‌کنند. مشکل اقتصاد ایران تنها محدودیت منابع نیست. فقدان شفافیت و پاسخگویی و همچنین دست بالای نهادهای امنیتی و نظامی در توزیع منابع مانع به کارگیری مؤثر منابع است. بر این اساس پیش بینی می شود در سال آینده نرخ تورم صعودی و میزان رکود عمیق‌تر خواهد شد. تردیدی نیست که لایحه بودجه سال 99 فقر و تنگدستی، بیکاری و دربدری را تشدید خواهد.